اپیزود شماره 4. خدا هنوز رویاهای تو رو فراموش نکرده. به آرام جان خوش اومدی. جایی که هر شب چند دقیقه آرامش رو به قلبت هدیه میدی. دوست من، اگه امشب این صدا رو میشنوی، شاید مدتی احساس میکنی زندگی از اون چیزی که تصور میکردی خیلی فاصله گرفته. شاید سالها پیش برای خودت رویاهایی داشتی. رویای یه زندگی آروم، یک خانواده، و یا رویای موفقیت، یا رویای خدمت کردن. شایدم رویای اینو داشتی که به خدا نزدیکتر بشی. اما امروز که به اطرافت نگاه میکنی، همه چیز با اون رویاها خیلی فرق داره. شاید بارها از خودت پرسیدی خدایا، آیا دیگه خیلی دیر شده؟ هنوز امیدی هست؟ آیا هنوز تو منو به یاد داری؟ اگه امشب این سوالها تو قلبته، ازت میخوام فقط چند دقیقه با من بمونی. چون شاید امشب خدا میخواد چیزی رو به قلبت یادآوری کنه که مدتها فراموشش کردی. گاهی زندگی اونقدر آروم آروم تغییر میکنه که خودمونم متوجه تغییراتش نمیشیم. روزها تبدیل به هفته، هفته تبدیل به ماه و ماهها تبدیل به سال میشن. و یه روز به خودت میای و میبینی که دیگه مثل گذشته رویا نمیبینی. نه اینکه نخوایی ها، نه، خسته شدی. شکستای زیاد، انتظارهای طولانی و دعاهایی که هنوز جوابش رو ندیدی کم کم امید رو از قلبت میگیره. اما اجازه بده امشب حقیقتی رو به تو بگم. خدا هرگز با ساعت انسان کار نمیکنه. اون با زمان خودش کار میکنه. خدا بهت میگه به زمان بندی من اعتماد داشته باش و از من ناامید نشو. و به نظر من زمان اون همیشه دقیق ترین زمان ممکنه. ازت میخوام به یک درخت فکر کنی. وقتی بذر اون درخت رو میکاری، روز بعد هیچ اتفاقی نمیفته. هفته بعد هم شاید هیچ چیزی دیده نشه. حتی ممکنه فکر کنی اون بذر کلاً از بین رفته. اما زیر خاک اتفاقهای دیگه‌ای داره میفته. زندگی در جریانه و ریشه ها در سکوت دارن رشد میکنن. و همون ریشه هایی که دیده نمیشن بعدها این درخت رو سر پا نگه میدارن و باعث رشد و قدرت این درخت میشن. شاید امروز زندگی تو هم شبیه همون بذره. چیزی دیده نمیشه هنوز. شاید خدا در سکوت داره ریشه های چیزی رو میسازه که هنوز زمان دیده شدنش نرسیده. باید صبر کنی و بهش زمان بدی. و از همه مهمتر به زمان بندی خدا باید اعتماد کنی. بعضی از بزرگترین معجزه های خدا در روزهای شروع شدن که همه چیز تموم شده به نظر می رسید. وقتی که حضرت ابراهیم و سارا دیگه امیدی به فرزند داشتن نداشتن، وقتی که یوسف سالها در زندان بود، وقتی که حضرت داوود فقط یک چوپان گمنام بود و حتی فکرش رو نمی کرد که بخواد یک زمانی پیامبر بشه، هیچ کس تصور نمی کرد خدا در حال نوشتن یه فصل تازه از زندگی اونها باشه. اما خدا داستان و نیمه کاره رها نکرد. و اگر داستان اونها رو رها نکرد، داستان تو رو هم رها نمی کنه. اینو مطمئن باش. شاید لازمه فقط یه چیزو امشب باور کنی. اینکه تأخیر همیشه به معنی فراموش شدن نیست. گاهی وقتا خدا در حال آماده کردن چیزیه که اگر زودتر از اون زمان معین و مقرر
به دستت برسه نتونی از اون محافظت کنی و نتونی به خوبی از اون استفاده کنی و لذت ببری. اون فقط هدیه رو برای تو آماده نمی‌کنه. اون هدیه گیرنده رو هم آماده می‌کنه. خواسته تو یه هدیه است. تو خودت هدیه گیرنده هستی. پس هم خواسته تو و هم تو هر دو باید آماده باشین تا به وصل هم دیگه برسین. میخوام یه چیزی بهت بگم. اجازه نده ناامیدی آینده ای رو از تو بدزده که هنوز بهش نرسیدی. میخوام یه داستانی رو برات بگم. مردی هر روز از کنار یه زمینی عبور میکرد که سالها قبل توی اون زمین یه بذری کاشته بود. هر بار که نگاه میکرد چیزی نمیدید. یه روز با خودش گفت فایده‌ای نداره. میخواست زمین رو رها کنه. اما یه پیرمرد از اونجا رد میشد. لبخندی بهش زد و گفت اگر امروز زمین رو ترک کنی، درست 1 روز قبل از جوانه زدن این کار رو کردی. دقت کن، اگر امروز زمین رو ترک کنی، درست 1 روز قبل از جوانه زدن این کار رو کردی. اگر ما برای رسیدن به خواسته‌ای داریم تلاش میکنیم، خیلی تلاش میکنیم، خیلی جاها کم آوردیم، خسته شدیم، زمین خوردیم، اما پا شدیم و دوباره ادامه دادیم. به یک مسیری میرسی و واقعا خسته میشی. دیگه نمیتونی، دیگه نمیکشی. توقف میکنی. اونجا ناامیدی اومده سراغت. میگه این همه راه اومدی، چی شد؟ اینقدر تلاش کردی، آیا رسیدی؟ نرسیدی. پس بسه. وقت خودتو بی خودی هدر نده. اما دقیقاً همون نقطه‌ای که ناامیدی میاد و میشینه روی دلت و داره با اون تیرهای زهرآگینش به قلبت شلیک میکنه که بس دیگه نرو، دقیقاً اونجا زمانیه که تو باید پرقدرت‌تر ادامه بدی. تو باید با توان بیشتری قدم به جلو برداری و ناامید نشی. اجازه ندی ناامیدی به قلبت سلطنت کنه. چقدر از ماها دقیقاً همین کارو میکنیم. درست قبل اینکه خدا میخواد دری رو باز کنه، ناامید میشیم و دست میکشیم. درست قبل اینکه نور طلوع بزنه و ما طلوع رو ببینیم، به تاریکی نگاه میکنیم. دقت کردین؟ قبل از اینکه بخواد طلوعی اتفاق بیفته، تاریک ترین زمان شب همون موقع است. یعنی دقیقاً اوج تاریکی بلافاصله بعدش طلوع و روشنایی میشه. درست قبل اینکه فصل تازه‌ای شروع بشه، دفتر زندگیمون رو میبندیم. چون خسته شدیم. چون دیگه نمیتونیم ادامه بدیم مسیر رو و اجازه میدیم ناامیدی به قلب ما سلطنت کنه. حضرت نوح سالها کشتی ساخت، در حالی که هنوز بارونی نباریده بود. دیگران هم دائم داشتن اونو مسخره میکردن، ولی اون هر روز همون یه تخته چوب رو روی تخته قبلی میذاشت و به ساختش ادامه میداد. ایمان داشت که اون اتفاق میفته و ناامیدی رو به قلبش راه نداد. ایمان همیشه با دیدن نتیجه شروع نمیشه. گاهی وقتا ایمان یعنی ادامه دادن مسیر. وقتی هنوز هیچ تغییری ندیدی و داری ادامه میدی، اونجاست که ایمان واقعی خودش رو نشون میده. شاید تو هم این روزها در حال ساختن کشتی خودت باشی. شاید داری دعا میکنی، تلاش میکنی، منتظر میمونی، اما هنوز بارون نیامده. اگر چنین چیزی هست، فقط یه خواهشی ازت دارم. ساختن کشتی رو متوقف نکن. خدا رویا رو تو قلب تو گذاشته، نه برای اینکه تو رو ناامید کنه، بلکه به خاطر اینکه روزی اون رو به حقیقت واقعی زندگی تبدیل کنه.
شاید شکل اون رؤیا و خواسته تو تغییر کنه، شاید مسیرش یک مسیر متفاوتی باشه، اما هنوز خدا استاد ساختن آینده است. ایمان داشته باش. گاهی بزرگترین مانع تحقق رویاها ترس نیست، مقایسه کردنه. وقتی مدام زندگی خودت رو با دیگران مقایسه میکنی، کم کم فراموش میکنی که خدا برای هر انسان زمان مخصوص خودش رو داره. گل رز و درخت بلوط هر دوتا زیبا، اما هیچ وقت در یک زمان شکوفا نمیشن. اگه امروز درخت بلوط به گل رز نگاه کنه، شاید فکر کنه عقب افتاده، در حالی که چند سال بعد همون بلوط سایه‌ای میشه برای صدها انسان که از سایه اون لذت ببرن. شاید خدا تو رو برای کاری آماده میکنه که به زمان بیشتری نیاز داره. شاید قراره تو برای کاری ساخته بشی که خیلی بزرگتر از اون چیزیه که فکرش رو میکنی و حتی دیگه در حد مقایسه با دیگران هم نیستی. پس خودت رو با هیچ کس مقایسه نکن. مسیر تو منحصر به فرد توئه. اگر امشب احساس میکنی امیدت کم رنگ شده، اجازه بده این دعا رو با هم دیگه بخونیم. پروردگار مهربان، امشب با قلبی پر از سوال اما با امیدی که هنوز خاموش نشده به حضورت اومدم. گاهی احساس کردم رویاهام از من دور شدن. گاهی فکر کردم شاید دیگه دیر شده. اما امشب میخوام دوباره به تو اعتماد کنم. کمکم کن به جای نگاه کردن به محدودیت‌ها به قدرت تو نگاه کنم. اگه منتظر موندم به هم صبر بده. اگه خسته شدم به هم یه نیروی تازه ببخش. اگه ترسیدم شجاعت ادامه دادن رو در قلبم زنده نگه دار. یادم بده که هیچ رؤیایی اگر در اراده تو باشه برای تو غیر ممکن نیست. خدایا چشمانم رو باز کن تا حتی در روزهای سکوت کارهای پنهان تو رو ببینم. کمکم کن هر روز حتی با قدمهای کوچیک به راهی که برام آماده کردی ادامه بدم. تمام آیندم رو به دستان امن و قدرتمند تو میسپارم. شب خوبی داشته باشید و آمین.